امروز هم از محضر مبارک جناب استاد خاتمی عزیز دعوت کردیم که در برنامه تانیه‌اش حضور پیدا بکنن. به همین مناسبت بهشون سلام میگم و عرض خوش آمد. من هم از این که عرض عریضتون رو زیارت میکنم خیلی خیلی خوشحال هستم آقا جون. البته امروز توی جامعه ما معمولا اتفاق نمیفته که کسی جایی گرفتار بشه که نتونه از طریق اسباب و علل یقین بکنه که وقت نماز داخل شده یا اینکه خیر. اما میخوام بدونم که اگر که حالا شاید یک اتفاقی افتاد در یک اتاق کاملا بسته بود، نتونه تشخیص بده الان نماز ظهر وقتش داخل شده یا اینکه خیر، تکلیفش چیه؟ احسنت. بله واقعا سوال به جاییه، چون الان توی جمهوری اسلامی همه گرفتاری ها حله، فقط همین یه گرفتاری مونده که اون هم اینه که یکی تو اتاق گیر افتاده باشه زمان رو نفهمه. تو سر این موضوع روایت های زیادی هست. یکیش اینه که در بزنه بگه آقا ببخشید ساعت چنده، این یه روایت. نشد میتونه تلفن بزنه، اوقات شرعی رو سوال کنه دیگه. تهش اینه که به ساعت خودش نگاه کنه دیگه. یا میتونه مثل آقای احمد خاتمی بذاره غذا بشه، بعد غذاشو میتونه با نون بخوره. این دیگه آخرش. بسیار خوب، یعنی در واقع همون قاعده فقهی که اغض ما فات کما فات دیگه. نه اون دیگه در اینجا صدق نمیکنه. تو هم واسه من اینجوری خارجی نه حرف نزن. من خودم اند قاعدم، میدونی؟ In the face and the food and the fight and the patch and the barn. یه قانون دیگه هم هست که میگه from night I see you and I feel you in the candles of Vernal is in the birds of Sherwood. یه مطلبی مشهور بود الان هم تقریبا هست بین عوام مردم که میگفتن که شاید اذان‌هایی که از طریق رسانه پخش میشه یه خود فاصله داشته باشه با اون افق شرعی. مثلا میگفتن که مدت زمانی که طول میکشه نور آفتاب به زمین برسه حدود 8 دقیقه است. حالا همینو بر اساس گفته‌هایی که شنیده شده 8 دقیقه ممکن طول بکشه. ما بعد از اینکه اذان تلویزیون رو شنیدیم یا رادیو رو شنیدیم مدتی صبر میکنیم تا یقین بر دخول وقت نماز داشته باشیم بعد نماز بخونیم. این دلیل میشه اینکه بخوایم مثلا خودمون بگیم که حالا نشده الان اذان مثلا زودتر گفته شده دیرتر گفته شده بله. یا اینکه ما بر اساس شواهد میتونیم یقین بکنیم. بابا خفه شو یه دقیقه ببینیم چی شد. آفتاب اذن دخول گرفته 8 دقیقه این آفتاب رو سر کی تابیده؟ بعد تلویزیون چی پخش میکنه؟ این اذان وزنا چی میکنی تو آخه؟ خب تنبلیت میاد بری 2 رکعت نماز بخونی. خب بگو دیگه اینقدر چرا علما رو اینقدر میپیچونی آخه؟ این بسیجی‌ها با همین سوالاشون نصف وقت مقام معظم رو تلف میکنن. لنده هور. عرض بکنم که جناب استاد خاتمی عزیز، من موقع وضو روی ناخنام لاک میزنم. ها؟ چی؟ موقع وضو لاک میزنی؟ لاک میزنی؟ از مجریای تلویزیون جمهوری اسلامی هر قر و اطواری دیده بودیم، الان یکی دیگه اینم دیگه نوبرشه. یعنی نه که موقع وضو لاک میزنم، لاک دارم موقع وضو. بعضیا شاید استنادشون این باشه پیش خودشون تصورشون بنای فقهی نداشت بگه چون از اعضای مثلا حالا بدن نیست، ناخن عضویه که حالا شاید خیلی بهش اعتنا نکنیم، مانع از رسیدن آب به بدن نباشه، چون خود ناخن خب آب که زیرش نمیره. این استنادشون میشده و با لاک وضو میگرفتن. 2 تا سوال مطرحه. یکی این که آیا این وضو درسته؟ آها بستگی به لاکت داره. اگه لاک پشت باشی اصلا بهت واجب نیست، مثل آقای مهدوی کنی که ایشون دیگه از بیخ لاک پشتن. یعنی اگه منظورت از این لاک‌های ضد انقلابه که دیگه تو تکلیفش مشخصه، شرعاً باید ناخونشو بکشی، اون ناخون باید کنده بشه. اصلا اگه بخوام خیالتو راحت کنم اصلا از کتف باید بکنی بندازی دور. اگرم لاکی لوکه که حسابت با برادران دالتونه دیگه، تو هم اینقدر برای من گوشبک بازی در نیار. دومی که اگر که غلط بوده نمازایی که خوندن باید چیکار بکنن؟ اون نمازایی که خونده بودن باید جاش وجوهات بدن. میتونم بیان دم حوزه هر رکعت 2 500 همین حدودا میگیریم حلالش میکنیم. تازه من بدون یارانه دارم، یعنی میخوام بگم یارانه‌ش هم حساب نکردم، دارم از دخل برات خرج میکنم. دیدم مشتری میخوای تعداد ورداری اومدم بگم، وگرنه تو همین کوچه برلند بری حاج آقا ناصر مکارم شیرازی باهات آزاد حساب میکنه.
بسیار خوب. دو تا سوال کوتاه دارم. یکی این که سوال کردن خانم هایی که از کرم ضد آفتاب، البته فقط مختص خانم ها نیست، آقایون هم استفاده میکنن موقع وضوء، این مانعه یا اینکه خیر؟ احسنت. این سوالی که شما کردید جوابش تأثیر بسیار مهمی روی مسائل چی داره؟ خاورمیانه داره. یکی از دلایل این آشوب‌های اخیر همین کرم ضد آفتاب. به قول امام راحل فرمود اشخاص الذین یستفیدون من الکرم نیو او ضد آفتاب هم اصحاب الفتنه. معنیش اینه که اگه کسی کرم ضد آفتاب مصرف کرد باید بدیم پوستشو بکنن، یعنی دیگه شوخی موخی نداریم. بعد چربی طبیعی پوست که مانع نه چربی طبیعی روی پوست مشکلی نداره، اما چربی غیر طبیعی توی پوست مثل مال آقای فیروزآبادی به شدت مانع عمل میکنه که از قانونمندی 2 با مانع تبعیت میکنه دیگه. میگه گاون کما گاو. بسیار خوب. آقا در خصوص مسح سر سوال کردن که حالا خانم ها خواسته که میخوان مسح سر رو بکشن، باید حتما فرق باز بشه و مسح سر رو بکشن، چون اگر که این اتفاق بیفته آب مضاعفی اتفاق میفته. با دستی که وضو گرفتن بخوان فرق باز بکنن بعد مسح بکشن خشک نمیمونه اون محل مسح. این مشکل رو من هم دارم. مثلا شما اگه دقت کنید من خودم از این قسمت میگیرم، از این قسمتی شما گفتین حالا از این فرق وسط سر باز میکنین، میای یه قسمتشو میتونی بندازی چپ، یه قسمتشو میتونی بندازی راست، از این ور بکشی بری. حالا یه سری‌ها میگن که نباید این کارو بکنی، بعد یه سری این ور بری بندازی این ور، بعد از این وسط از پشت این داستانش میتونی این ور بیگودی بپیچی، این ور میتونی مصری بزنی، اون پشتشو میتونی قارچی بزنی، برداری بیا جلو. این دستتون درد نکنه، خیلی متشکرم. ان شاءالله هفته آینده هم به قید حیات در خدمتتون خواهیم بود. بابا مرتی که گنده بک تو این وضعیت قاراش میشه نظام، تو داری با من بحث لاک و کرم ضد آفتاب میکنی؟ جمع کن برو کاسو و کمچه اطرا خیلی متشکرم. خداحافظی میکنم از استاد خاتمی عزیز.